علیکم بینندگان عزیز، کانال سالمی و درازعمری دکتر طاهری. امروز مختصر میخواهم درباره بیماری های دل، یعنی سکته دل چند سخن گویم و شما آن را برای خود دانید و از بیماری های دل خود را راه کرده و پیشگیری کرده توانید. چرا این دل به یک رنگت نبینم، یک آهنگ و یک ارمانت نبینم، از آن که لحظه صبر نداری دم و دم عمر من را می شماری. دل انسان در یک دقیقه حسابی میماند 70 مرتبه تپش می دهد، یعنی به حرکت می درآید و در هر یک حرکتی موشک های دل حسابی میماند تا 100 گرم خون برای خونگذر پیوست می شود و برای همین اگر ما حساب کنیم در یک دقیقه 70 مرتبه حداقل 7 لیتر خون از دل ما جاری می شود. برای دل را نگاه داشتن یعنی پیشگیری کردن چیزهای عادی‌ترین من توصیه می‌کنم. یکی از نشانه‌های بیماری‌های سکته دل پیدا شدن درد سخت در قفسه سینه، درد بین شانه‌ها می‌گیرد و دست چپ می‌گیرد و انسان ترس و وهم مردن پیدا می‌شود، حرکت خنک دیر می‌کند. در همین حالت این را نشانه‌های کلاسیکی سکته دل می‌نامند. در دیگر درس‌ها من معلومات می‌دهم راه‌های پیشگیری کردن، یعنی آدم‌هایی که به این بیماری‌ها گرفتار هستند طولی زیاده از 30 سال است که من به مردم یک داروخط توصیه داده هستم که از آن می‌توانید اجرا کنید. یعنی شما می‌گیرید 50 گرم زردآلو خواب، 50 گرم دالانه، 50 گرم پوچ، یک قاشق تخم سبزی، این را در 1.5 لیتر آب 10 دقیقه جوشانیده 100 گرمی 3 مرتبه طول یک ماه استعمال می‌کنید. اصول دیگر شما می‌توانید امروز خیلی زیاد هست در طبیعت، پودینه چای کرده نوشید، هم عصب را آرام بکند هم کاری دل را بهتر می‌کند و شما سلامتی عمر دراز برای کار عصب و دل سالم تماما دارم. سلامت باشید.